مهاجران کوری توجیک در مسکو میگویند آنها را باز فریب دادند. اکنون این مهاجران میخواهند رمضان قادیروف پرزیدنت چچنستان صاحبکاری به گفته مهاجران مغرور چچن تبار را برای پرداختن حق مهنتشان وادار کند. شرکت قرضدار به عمر جبرائیلوف تعلق دارد و سال 2000 نامزدی خود را به مقام پرزیدنت روسیه پیشبری کرده بود. همکارم عبدالله شورف به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، نخست بگو که چی مقدار مهاجران کوری توجیک معاش خود را از شرکت جبرائیلوف نگرفتند و آنها در شرکت او چیکار میکردند؟ سلام شهلا، گروه 80 نفره مهاجران توجیکی در شرکت اونتستروی گروپ که به جبرائیلوف تعلق دارد در شهر مسکو کار میکردند میگویند شرکت بیش از 10 میلیون روبل معاش آنها را نداد و مقامات روس هم ارز آنها را نادیده میگیرند. عمر جبرائیلوف صاحبکار پرنفوذی چچن تبار در مسکو است که سال 2000 نامزدی خود را به مقام پرزیدنت روسیه پیشبری کرده بود. مهاجران میگویند هر روز بیش از 11 ساعت در این ساختمان بتون میریختند، اما شرکت جبرائیلوف معاش آنها را پرداخت کردن نمیخواهد. این صاحبکار 61 ساله راهبری گروهی بیناکاران تاجیک را که از او خواسته است معاش کارگران را پرداخت کند دشنام داده از اتاق کاریش رانده است. خب سبب سرپیچی شرکت از پرداخت معاش در چیست عبدالله؟ مسئولین شرکت چی میگویند؟ یک کارمند بلندپایه اونتستروی گروپ که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت کساد شده است و چند ماه باز عهدهداری مالیه‌اش را در نزد کارشریکان اجرا کرده نمیتواند. با گفته وی شرکت در نزد کارشریکان و کارمندان 600 میلیون روبل قرضدار است و در صورت مفلس اعلان شدن شرکت و ترکه اموال هم به گمان است که برای پرداخت معاش کارگران پول برسد. در این صورت آیا مهاجران توجیک به یگان جا عرض کردند؟ بله شهلا، مهاجران میگویند به مقامات های روسیه عرض کردند، اما وزارت کارهای داخلی مسئولیت را بر دوش پروکراتورا و پروکراتورا بر دوش نظارت مهنت حوالت میکند. نهاد نمیخواهد به داد مهاجران رسد. شرایط کار مهاجران در روسیه طرزی است که از نهادها دیده افراد پرنفوذ و یا به اصطلاح افطریتت ها این گونه مسئله ها را حل میکنند. عبدالعلیم یتیموف رهبری گروه بیناکاران تاجیک گفت به چندی از افطریتت ها در مسکو مراجعت کرد و حاضر بود که در صورت رویانیدن مبلغ از جبرائیلوف نصفی از آنها را به آنها همچون حق و زحمت بدهد. اما کسی راضی نشد که این پول را برگرداند. هم صحبت ما میگوید از میان افراد پرنفوذ تنها رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان میتواند به جبرائیلوف تاثیر گذارد، اما از میان تاجیکان کسی نیست که ارز آنها را به رمضان قادیروف برساند. خب امیدواریم که به هر حال این صدای مهاجران به گوش رمضان قادیروف میرسد و مشکلات مهاجران توجیک حل خود را پیدا میکند. بینندگان عزیز، اگر میخواهید تفصیلات این مطلب را بفهمید شما میتوانید به